چیزهایی که برکت خانه را زیاد میکنه. شماره اول، نظم داشته باشید. شاید به نظرتون بی ربط باشه، اما داشتن نظم و انضباط و اینکه همه کارهای خانه بر اساس برنامه‌ریزی پیش بره و انجام شود باعث زیاد شدن برکت در خانه می شود. شماره دوم، غذای مانده را دور نریزید. غذایی که میمانه به خصوص برنج و نان را دور نریزید. اگر قابل استفاده هستند، اونها را در یخچال نگهداری کنید و دوباره گرم کرده و مصرف کنید. نانهای خشک شده را برای حیوانات خانگی مثل مرغ و گربه جداگانه نگهداری کنید. شماره سوم، ظرف‌های نشسته را بشویید. ظروف نشسته برکت خانه را کم می‌کنند و مانع جریان انرژی مثبت در خانه می‌شوند. شماره چهارم، کلمات زشت به کار نبرید. به کار بردن کلمات زشت در خانه برکت خانه را کم می‌کند و برعکس استفاده از واژه‌های مثبت باعث زیاد شدن برکت در خانه می‌شوند. همینطور غیبت و بدگویی نیز باعث کم شدن برکت در خانه می‌شوند. شماره پنجم، صدای اذان. یکی از کارهایی که می توانید برای جذب برکت به خانه خود انجام دهید پخش اذان در فضای خانه است. صدای اذان انرژی خانه را زیاد می کند. شماره ششم، دعا برای